رمضان ماهی رهنما و راهگشا بهر گمشدگان حیران است. رمضان شاخساری از طوبی، غرفه‌ای از بهشت رضوان است. رمضان بارگاه بسم الله، جلوه‌گاه رحیم و رحمان است. ماهی تحصیلی دانش و تقوا، گاهی تطهیر و ایمان است. ماه اکرام سنت و قرآن، ماه اطفاء نار نیران است. برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در این برنامه و در این جلسه خدمت شما بزرگواران و خدمت شما بنده های مخلص و مؤمن و متعهد خداوند خواهم بود با سنت های روزه در ماه مبارک رمضان یا سنت های ماه مبارک رمضان. همان گونه که ماه مبارک رمضان یا روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان یک سلسله شرایط و یک سلسله فرایض و ارکانی داشت، همچنان یک سلسله سنت هایی در ماه مبارک رمضان وجود دارد که انسان روزه‌دار و انسانی که روزه دارد این سنت ها را باید انجام بدهد و به این سنت ها پایبند باشد و سنت ها را در زندگی خود عملی بکند. سنت های ماه مبارک رمضان او اعمالی است که آنها به منزله سنت و جایگاه سنت قرار دارد و انجام آنها ثواب و پاداش فراوان دارد و همچنان عملی نمودن این سنت ها سبب می شود که روزه شخص روزه‌دار به شکل درست و به نحو احسن به شکل کامل سپری بشود و روزه یا صومی باشد که انسان را از آتش جهنم نجات بدهد و مشمول رحمت خداوند بگرداند. و تعداد سنت ها در ماه مبارک رمضان یا سنت های روزه در ماه مبارک رمضان زیاد هست، اما یک بخش مهمی از این سنت ها و یک بخش از سنت ها را خدمت شما خوبان و گرامیان بیان خواهم کرد. ان شاء الله که خداوند توفیق بدهد تا بتوانیم سنت ها را در زندگی خود عملی بکنیم. یک از این سنت ها در ماه مبارک رمضان خودداری اعضای بدن از انجام کارهای حرام هست. همان گونه که ما در ماه مبارک رمضان چیزی نمیخوریم، چیزی نمینوشیم و همچنان از یک سلسله کارهایی که خداوند ما را نهی کرده است در ماه رمضان ممنوع قرار داده است بر ما، از آنها خودداری میکنیم و خود را محافظت میکنیم. باید اعضای بدن خود هم از انجام کارهای حرام نگه بداریم در همه روزها، در همه اوقات و زمانها و مخصوصا در ماه مبارک رمضان. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند که روزه یا صیام یک سپر است در برابر انسان، سپر است که انسان را از شیطان، از هواها و خواهشات نفسانی و از آلوده شدن به گناه ها حفظ می‌کند. بنابراین نباید انسان در ماه مبارک رمضان حرفی بیهوده بگوید و نباید در ماه مبارک رمضان حرفهای نادانی بگوید، حرفهای زشت و رکیک بگوید. و اگر شخصی با انسان روزه‌دار مبارزه کرد و خواست که با انسان روزه‌دار قتال بکند، جار و جنجال به پا بکند، شخص روزه‌دار در جواب اون انسانی که می‌خواهد جنجال و سر صدا و حرفهای بیهوده بگوید، در مقابل از او باید بگوید که من شخصی روزه‌دار هستم، من روزه دارم. کسی می‌خواد با شما دعوا بکنه، کسی می‌خواد که با شما جنجال بکنه، کسی می‌خواد که حرفی بد بر شما بگه، حرفی زشت بگه، شما عکس العمل شما در مقابل او به این ترتیب باشد که در مقابلش بگویید من روزه دارم، انسان روزه‌دار هست. به این معنا که وقتی که من روزه‌دار هستم شایسته من نیست که من با تو جنجال بکنم، دعوا بکنم، حرف رکیک بگویم و حرف زشت بگویم. بنابراین یک از سنت ها خیلی مهم است برای کامل شدن روزه ما در ماه مبارک رمضان این است که اعضای بدن ما از انجام کارهای حرام باید محفوظ بماند. دست ما، پای ما، چشم ما، زبان ما، بینی ما، گوش ما، همه اعضای بدن ما از انجام کارهای حرام باید محفوظ بماند و خود را از اون نگه داریم. دومین سنت مبالغه در بخشش هست. در ماه مبارک رمضان باید تلاش بکنیم که بیشتر بخشش بکنیم برای مردم، بیشتر بخشنده باشیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بخشنده ترین مردمان بودند و این بخشندگی پیغمبر خدا در ماه مبارک رمضان بیشتر میشد و شدت بیشتر پیدا میکرد. یعنی در ماه مبارک رمضان بیشتر از همه مردم، بیشتر از همه اوقات پیغمبر خدا بخشش میکردن آنچه که داشتن و همچنان از مردم عفو و گذشت میکردن، میبخشیدن مردم را.
در بقیه روزهای سال هم پیغمبر خدا بخشنده ترین انسان ها بودند، ولی در ماه مبارک رمضان از همه اوقات، از همه روزهای سال بیشتر بخشنده می شدند، بیشتر صفت بخشندگی و صفت سخاوتمندی بر وجود پیغمبر خدا علیه السلام بیشتر می شد. بنابراین ما که امت پیغمبر خدا علیه السلام هستیم، در این ماه متبرک و در ماه مبارک رمضان بخشندگی ما باید بیشتر بشود و بیشتر ما بخشندگی داشته باشیم. بخشندگی به این معنا که ما در ماه مبارک رمضان از آنچه که در توان داریم از امور مالی بخشنده باشیم، بر دیگران بخشش بکنیم، هبه بکنیم به افراد نیازمند، به افراد مستضعف، افرادی که نیاز دارند، ما از مال خود هبه بکنیم و از مال خود بخشش بکنیم. و سومین سنت که در ماه مبارک رمضان با ارزش هست، افطاری دادن به روزه‌داران هست. گرچه یک دانه خرما باشد، گرچه یک جرعه آب و یک لیوان آب برای شخص روزه‌دار باشد. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند شما برای انسان‌های روزه‌دار افطاری بدهید، گرچه با یک خرما، گرچه با یک لیوان آب. بنابراین ما تلاش بکنیم که در این ماه متبرک، در این ماه بابرکت، آنچه که میتوانیم، آنچه که در توان ما هست برای انسان‌هایی که روزه دارند افطاری آماده بکنیم، تا اینکه آنها به نحو حسن، به خوبی، به راحتی افطار بکنند و کدام دغدغه‌ای بر وجود آنها نباشد. این افطاری خیلی با ارزش است و خیلی ثواب دارد و خیلی اجر و پاداش دارد. در این میان خوب است که ما اشاره داشته باشیم به خانواده‌های محترم. معمولا در ماه مبارک رمضان به خاطر گرسنگی و تشنگی و به خاطر اینکه ساعت‌ها انسان چیزی نمیخورد، چیزی نمینوشد، احتمالاً که بعضی انسان‌ها همه ناراحت به نظر برسند یا ناراحتی به سراغ آنها بیاید. بنابراین در خانواده‌ها چقدر خوب است که ما تلاش بکنیم تا خود را حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، حالا هر کس که هستیم، مخصوصا در قبال خواهران و مادران عزیزی که در داخل خانواده‌های خود افطار برای جمع بزرگ از خانواده‌ها افطاری آماده می‌کنند. گفتن بعد گذاشت که خواهران عزیز و مادران عزیز و گرامی ما در خانواده‌ها بیشترین ثواب را کسب می‌کنند، بیشترین پاداش را از ناحیه افطاری دادن و از ناحیه افطاری آماده کردن برای بقیه مردم کسب می‌کنند. چرا؟ به خاطر اینکه هر خواهر در هر خانه در ماه مبارک رمضان هنگام افطاری آماده می‌کند برای اعضای خانواده خود حداقل. چه بسا اینکه خواهرهای در ماه مبارک رمضان برای افراد زیاد غیر از خانواده خود افطاری آماده می‌کنند و افطاری هدیه می‌کنند برای آنها. حداقل در هر خانواده، مادر او خانواده، خواهر او خانواده، همسر او خانواده، دختر او خانواده کوشش می‌کند که در هنگام افطار بهترین افطاری را برای اعضای خانواده خود آماده بکند. بنابراین در 30 شب ماه مبارک رمضان خواهران و مادرانی که در داخل خانواده ها هستند، در فامیل ها، اینها افطاری آماده میکنن حداقل برای 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، کمتر و بیشتر از اعضای خانواده. ببینید که چقدر ثواب کسب میکنن، چقدر پاداش کسب میکنن، چقدر اجر و مزد نصیب آنها میشه. و نباید خواهران و مادران ما خسته بشوند که ما چرا در هنگام افطاری آماده بکنیم و برای بقیه اعضای خانواده افطاری را تقدیم بکنیم. به خاطر اینکه این یک صدقه بزرگی است، یک سنت بزرگی است که خواهران و مادران ما در فامیل ها انجام میدهند و خیلی جای خوشحالی است. یک افتخار هست برای خواهران ما، برای مادران ما در داخل فامیل ها و خانواده ها که این سنت بزرگ را احیا میکنند. حالا مردها شاید کمتر بتوانند افطاری بدن برای دیگران، برای بقیه، شاید یک شب خرما بدن، یک شب آب افطاری بدن، شب هم افطاری نتوانند بدن. اما مادران و خواهران در داخل خانواده ها چقدر زحمت میکشند که کم از کم برای 3-4 نفر، برای 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، کمتر یا بیشتر از اعضای خانواده خود افطاری میدهند و یقینا که افطاری خیلی اجر و پاداش بزرگی دارد برای خواهران و مادران. و ما تلاش بکنیم که این سنت بجا بکنیم و انجام بدهیم و برای تمامی برادران و خواهران خود در ماه مبارک رمضان افطاری بدهیم، حتی اگر یک دانه خرما هم از توان ما باشه. چهارمین سنت که در ماه مبارک رمضان سنت هست که انجام بدهیم سحری خوردن هست و سحری خوردن مخصوص این امت است. گرچه اگر انسان بدون سحری خوردن، یعنی این که در آخر شب قبل از طلوع صبح صادق انسان از خواب بلند بشود و حالا هر آنچه که از غذا و نوشیدنی دارد نوش جان بکند و بخورد، بدون او هم اگر کسی روزه بگیرد، بدون خوردن و نوشیدن در سحری روزه بگیرد، باز هم روزه انسان درست است، روزه این شخص صحیح است، مشکلی ندارد. اما ثواب بیشتر را زمان کسب میکند که سحری از خواب بلند بشود
و سحری بکند و سحری چیزی بخورد، غذایی بخورد، آبی بخورد، آب نوشیجان بکند. هر آنچه که در سفره او هست، هر آنچه که در سفره ی اشخاصی که سحری بلند میشن وجود دارد، آنها را نوشیجان بکنند و درگاه خداوند هم شکر به جا بیاورند. این سنت هست و خیلی ثواب دارد سحری کردن یا خوردن در سحری، چیزی خوردن در سحری، چون یک سنت از سنت های پیامبر خدا علیه السلام احیا می شود و این سحری کردن مخصوصی اون امت است. در امت های دیگر صوم وصال وجود داشت، یعنی این که یک روز دو روز پشت سر هم بدون اینکه چیزی بخورن روزه می گرفتن. اما در امت پیغمبر خدا علیه السلام چون این چیزی وجود ندارد و بعد انسان ها سحری بکنند، افطار بکنند، یعنی یک روز تا به شام روزه بگیرند و بعد در شب نمیتوانند که روزه داشته باشند. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند تسحروا فإن فی السحور برکت، شما سحری بکنید، در سحری در ماه رمضان چیزی بخورید، چون در سحری برکت وجود دارد، در غذای شما، در خانواده شما، در سفره شما برکت میآید. بنابراین دومین سنت از سنت های ماه مبارک رمضان سحری کردن و چیزی را خوردن در سحری های ماه مبارک رمضان است. پنجمین سنت از سنت های ماه مبارک رمضان تأخیر در خوردن سحری تا نزدیکی طلوع صبح صادق است. این که انسان نیمه شب وقت سحری نخورد، بلکه سحری را تأخیر بکند، یعنی به ترتیب سحری خود را تنظیم بکند، غذای سحری را تنظیم بکند که به مجرد این که غذا و نوشیدنی که مورد نیاز است در سحری تمام می شود، صبح صادق طلوع بکند. ترتیبی نباشد که غذا و نوشیدنی سحری تمام بشود بعد یک ساعت بعد نیم ساعت بعد صبح طلوع بکنند. نه خیر، سنت این است که به ترتیب تنظیم بکنند خانواده ها و فامیل هایی که روزه میگیرند، سحری خود را به ترتیب تنظیم بکنند که همون خوردنی و نوشیدنی که در سفره خود دارند و میخورند و مینوشند به مجرد اینکه تمام میشود صبح صادق هم طلوع بکند و به اصطلاح اذان صبح گفته بشود. و این سنت است، چون متصل بعد از او ظروف انجام نماز صبح هست و نماز صبح را به جماعت میخوانند، مردان و خانم ها هم در خانه نماز صبح را میخوانند و نماز صبح را ادا میکنند و عبادت روز متصل میشود با عبادت شب. و ششمین سنت از جمله سنت ها عجله کردن در افطار هست. تأخیر در سحری سنت هست تا نزدیک طلوع صبح صادق و عجله در افطار هنگام غروب. به مجرد اینکه آفتاب غروب کرد و فهمیده شد که بله روز تمام شده است و آفتاب غروب کرده است، انسان ها افطار بکنند، منتظر نباشند که 5 دقیقه 10 دقیقه از وقت افطار هم بگذره. در بعض جاها، در بعض مساجد یا در بعضی از خانواده ها خیلی به اصطلاح وسوسه دارند. آفتاب غروب کرده است، به اصطلاح وقت شام داخل شده است و وقت عصر تمام شده است، اما اینها هنوز افطار نمی کنند و منتظر هستند که نخیر باشه که چند دقیقه دیگه هم تمام بشه. این درست نیست. بهتر این هست، با فضیلت این هست که هنگامی که آفتاب غروب کرد و وقت نماز شام داخل شد، حالا چه از آن گفته بشود چه از آن گفته نشود، افطار کردن متعلق به اذان نیست. اذان به خاطر این هست که در بسیار جاها مردم خبر ندارند که وقت افطار داخل شده است، بنابراین منتظر اذان میمانند. به این اذان یک اعلان است برای اینکه وقت افطار است و وقت نماز شام است. اما اگر انسان فهمید تقسیم اوقات داشتند و دقیقه ها مشخص بود که بله به این دقیقه وقت شام داخل می شود و وقت افطار می شود، در همون لحظه افطار بکنند و ثواب دارد و بهتر هست و سنت هم است. پیامبر خدا علیه السلام فرمودند که امتی من همیشه به خیر و خوبی و صلاح و فلاح قرار دارند تا زمانی که در افطار خود تعجیل بکنند و در سحری خود تأخیر بکنند. یعنی افطار را زود به جا انجام بدن، زود افطار بکنند، همین که شام داخل شد افطار بکنند، و سحری را تأخیر بکنند تا نزدیک طلوع صبح. به مجرد اینکه سحری تمام می شود طلوع صبح صادق هم انجام بشود و صبح طلوع بکند. بنابراین تا جمله سنت هایی است که باید ما متوجه باشیم، تأخیر در سحری و عجله در افطار. و چند مورد از جمله سنت هایی است که ما انجام بدهیم. خودداری اعضای بدن ما از انجام کارهای حرام در ماه مبارک رمضان سنت هست، خیلی فضیلت دارد. مبالغه کردن در بخشش در ماه مبارک رمضان، خیلی بخشنده باشیم در ماه مبارک رمضان، هم گناهان انسان ها را هم خطاهای انسان ها را ببخشیم، هم از مال خود برای انسان ها بخشش بکنیم و هدیه بکنیم. افطاری دادن به روزه‌داران در ماه مبارک رمضان و برای انسان های روزه‌دار افطاری بدهیم، هر آنچه که در توان ما است، یک دانه خرما، یک پیاله آب، یک قرص نان، حالا هر آنچه که در توان داریم برای فامیل خود، برای همسایه‌های خود، برای اقوام، برای کسانی که میشناسیم نمیشناسیم افطاری بدهیم.
سحری خوردن در ماه مبارک رمضان، بدون سحری روزه نگیریم، حتما سحری بخوریم، چیزی آنچه که در سفره ما هست، حتی اگر یک لیوان آب باشد سحری بکنیم، که در این هم برکت هست و هم سنت پیغمبر خدا علیه السلام هست. تأخیر در خوردن سحری و عجله در افطار کردن، که ما سحری را تأخیر بندازیم تا نزدیک طلوع صبح صادق و افطار و مجرد اینکه شام شد، وقت افطار داخل شد افطار بکنیم. اینا جمله سنت هایی است که در ماه مبارک رمضان ما انجام بدهیم که مطابقت از پیغمبر خدا علیه السلام می شود و همچنان برای ما اجر و مزد و پاداش فراوانی داده می شود. همچنان از جمله سنت های روزه در ماه مبارک رمضان افطاری کردن با چند دانه خرما هست، اگر خرما وجود داشت. یعنی سنت است که انسان به خرما افطار بکند، چون خرما هم مقوی هست هم سنت هست. پیغمبر خدا علیه السلام این کار رو انجام دادن، ما هم به تبعیت از پیغمبر خدا این کار انجام بدهیم. بنابراین با چند دانه خرما در ماه مبارک رمضان افطاری کردن سنت است. و اگر خرما نبود، با یک جرعه آب، با یک لیوان آب افطار بکنیم. یعنی قبل از اینکه چیزی دیگری میخوریم، قبل از اینکه غذای دیگری به معده ما برسد، بهتر است که ما خرما رو نوش جان بکنیم در افطاری و طعم خرما معده ما برسد، یا اینه که لیوان آبی داشته باشیم، با یک لیوان آب افطار بکنیم، بعداً باز دیگه غذاهایی که برای افطاری آماده کردیم برای خوردن آنها را نوش جان بکنیم. همچنان خواندن دعاهای مأثور در هنگام افطار از جمله سنت هاست. وقتی که افطار میکنیم، قبل از اینکه چیزی بخوریم، دعاهایی که از پیغمبر خدا علیه السلام منقول شده است و نقل شده است، آنها را ما بخوانیم و آنها را با خود زمزمه بکنیم. به خاطر اینکه این دعاهایی است که ما به درگاه خداوند بندگی خود را ثابت میکنیم و خداوند هم برای ما در مقابل این دعاها اجر و پاداش و مزد فراوانی میده. از جمله دعاهایی که در هنگام افطار سنت هست، دعای افطار هست: اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. پروردگارا، من برای تو روزه گرفتم و من بر تو توکل دارم و بر رزق تو افطار میکنم. اینا دعایی است که سنت است در هنگام افطار که انسان‌های روزه‌دار دعا بکنند. و در غیر از دعاهای دیگری هم هست که اونا رو میتوانند که انسان‌ها در هنگام افطار خیلی خوب هست و ثواب زیاد دارد، اجر و پاداش زیاد دارد، که ما دعا بکنیم. اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. این دعای افطار هست. دعای دیگری: ذهبت الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. تشنگی برطرف شد و رگ‌های وجود ما دوباره تر شد و مزد برای ما اگر خدا خواسته باشد ثابت شده است. چند تا دعا هست که رد نمی شود، اجابت می شود، قبول می شود. یک از اون دعاها دعای شخص روزدار در هنگام افطار است. 3 دعا هست که هیچگاه این دعاها رد نمی شوند. اینا به درگاه خداوند اجابت می شوند، قبول می شوند، پذیرفته می شوند، رد نمی شوند. 3 فرد هست که دعای اینها هیچگاه رد نمی شود. یک شخص پادشاه عادل هست. هرگاه پادشاه عادل در یک سرزمینی با حضور خداوند دعا بکند، دعای پادشاه رد نمی شود. دوم، انسان روزدار هست تا زمانی که افطار می کند. انسان روزدار تا زمانی که افطار می کند، دهان و زبان و اعضای وجود انسان پاک هست و زمانی که پاک باشد به حضور خداوند دستان خود را بلند بکند و دعا بکند، دعای انسان روزدار قبول می شود و پذیرفته می شود. و سوم، دعای شخص مظلوم هست. دعای انسانی که مورد ظلم قرار گرفته است، دعای انسانی که بر او ظلم شده است و تحت ظلم و شکنجه قرار گرفته است، این دعا به حضور خداوند قبول می شود و هیچگاه رد نمی شود. بنابراین خوب هست که انسان‌های روزدار در هنگام افطار دست بلند بکنند به حضور خداوند، برای خود، برای خانواده خود، برای اهل و فامیل خود و برای تمامی مردم دعا بکنند، برای تمامی مخلوقات خداوند دعای نیک و دعای خوب بکنند که وقت اجابت دعا هست و این دعا مورد اجابت قرار میگیرد و مورد قبولیت خداوند متعال قرار میگیرد. بنابراین یکی از سنت های پیغمبر خدا علیه السلام خواندن دعاهای مأثور و منقول در هنگام افطار است. همچنان از جمله سنت های پیغمبر خدا علیه السلام مشغول شدن به دانش و تلاوت قرآن هست. این که در ماه مبارک رمضان انسان تلاش بکند که مشغول تلاوت قرآن باشد، مشغول درس و تحصیل و تعلیم و علم و دانش و ذکر و فکر باشد. ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی است که در او قرآن نازل شده است. هدی للناس، مردم را هدایت میکند، راهنمایی میکند، و بینات من الهدی والفرقان، و برای انسانها آشکار میسازد هدایت و راهنمایی را با آنچه که در بین حق و باطل فرق میکند و تمیز میدهد.
بنابراین ماه قرآن هست، ما مشغول علم قرآن باشیم، مشغول تلاوت قرآن باشیم. از جمله سنت هاست، از جمله ویژگی ها و خوبی هاست که انسان در ماه مبارک رمضان که ماه قرآن هست، بهار قرآن هست، در این ماه مشغول علوم قرآنی باشد، مشغول تلاوت قرآن باشد، مشغول ذکر و فکر و ترجمه و تفسیر قرآن کریم باشد. چقدر خوب است که ما در خانواده های خود، در خانه ها و در فامیل ها تلاوت داشته باشیم، ترجمه داشته باشیم، تفسیر داشته باشیم، علوم قرآنی را با هم دیگر صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم و مفاهیم قرآنی را گفتگو بکنیم که هم سنت به جا بشود، هم بر ما اجر و پاداش زیادی داده. دیگر جمله سنت های ماه مبارک رمضان اعتکاف نشستن در ماه مبارک رمضان است. به این معنا که انسان در ماه مبارک رمضان یک جای مشخصی را معین بکند که در اونجا خود را حبس بکند، در اونجا به اصطلاح خود را بندی بکند که بیرون نشود و مشغول ذکر و فکر و عبادت و تلاوت باشد. مردها در مساجد سنت است که به اعتکاف بنشینند و خانمها در خانه خود، یک گوشه از خانه خود، یک اتاق از اتاقهای خانه خود آماده بکنند برای اعتکاف، در اونجا تلاوت و ذکر و دعا و مطالعه و مشغول علوم قرآنی و قرآن باشند و با کارهای دیگر دنیوی زیاد خود مصروف نکنند، مخصوصا در دهه اخیر رمضان که اعتکاف نشستن در دهه اخیر رمضان سنت. لذا افطار کردن با چند دانه خرما از جمله سنت های روزه هست. خواندن دعاهای منقول در هنگام افطار، خصوص دعای افطار، اللهم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، این دعاها در هنگام افطار سنت هست. مشغول شدن به علوم قرآنی، مشغول شدن به تلاوت قرآن، مشغول شدن به عبادت، به ذکر و فکر و تفکر و تدبر در صفات خداوند و علوم قرآنی، در آیات قرآنی، اینا سنت هست. اعتکاف نشستن مخصوصا در دهه اخیر رمضان از جمله سنت هاست که کسانی که میتوانند در مساجد و کسانی که نمیتوانند در خانه های خود اعتکاف بشینند، اینها جمله سنت هایی است که در ماه مبارک رمضان سنت هست. علاوه بر اینکه سنت هست، اجر و پاداش و ثوابی چند برابری برای شخص روزه‌دار دارد و سبب میشود که روزه شخص روزه‌دار روزه کامل، یک روزه مؤثر و مفیدی برای انسان روزه‌دار باشد.